بینندگان عزیز شبکه کارگر، در گفتگوی این هفتهمون آقای فردین میراکی رو در کنار خودمون داریم و در مورد رویکرد فعالین کارگری نسبت به تحولات اخیر با توجه به روی کار آمدن دولت جدید با ایشون صحبتی رو خواهیم داشت. آقای میراکی عزیز، با تشکر از شما که این وقت رو در اختیار شبکه کارگر گذاشتین و سلام به شما. ادب و سلام در خدمت شما همکارانتون و تشکر می‌کنم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید. ممنون از شما. آقای میراکی عزیز، به خاطر اینکه زوایای بحثمون در مورد جنبش کارگری روشن‌تر بشه، واضح‌تر بشه، خیلی خوب خواهد بود شما ارزیابیتون رو به عنوان یک فعال کارگری از شرایط حاضری رو که جنبش کارگری، جنبش طبقه کارگر در اون قرار داره به صورت جامع برای ما بفرمایید. بله، در شرایط فعلی اولویت ما فعالین کارگری آماده سازی در زمینه‌های لازم برای ایجاد ساختارهای تشکلاتی کارگران با اتکا به نیروی خود است. هدف از این نوع ساختارها و کارهای عملی و نظری مشترک بین فعالین کارگری و کارگران در راستای سازماندهی کل طبقه کارگر و یا حداقل بخشی از آن می باشد که امنیت شغلی، بیکاری، حق تشکلات مستقل کارگری از عمده‌ترین مسائل روبروی کارگران است، چرا با وجود بحران‌های عمیق اقتصادی و سیاسی و وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی توده‌های مردم که همچنان طبقه کارگر نتوانسته که به مبارزات خود به جلو هدایت نماید سازماندهی ننموده. به اعتقاد ما این دلایل در عدم سازماندهی مؤثر بوده و پراکندگی تفرق نظری فعالین کارگری و وجود گرایشات ضد کارگری از قبیل سانترالیست‌ها و رفرمیست‌ها که در صدد انحراف کشاندن جنبش کارگری هستند، در این حال با گرایشات اصلاح طلبان و خرد بورژوایی در درون جنبش کارگری مخالف مبارزه پیگیر و مستمر هست. به نظر ما سرکوب و فشار علیه فعالین کارگری و کارگران به جای خود، ولی عدم توافق جنبش کارگری برای دستیابی به خواستها و مطالباتشان تا حد بسیاری به اختراق و پراکندگی و چنددستگی در درون جنبش کارگری است. سرمایه داری در سطح بین الملل با سرمایه گذاری های عظیم و هنگفت خود در صدد رخنه کردن به گرایشات ضد کارگری و رفرمیستی در درون جنبش کارگری بوده و در همین راستا باید آگاه بوده و در درون تشکلات خودمان مبارزه و برخورد با دیدگاه های تنگ نظرانه و بیانیه های سازشکارانه بازدارنده باشیم. اما در حال حاضر ما به جای پیشبرد مبارزات متاسفانه عملکرد ما در راستای موازی کاری با خودمان ما درگیر فرقه گرایی بودیم و کشه‌های شخصی. ما اعتماد داریم که تشکلات مستقل کارگری باید ظرفی باشد برای پیشبرد مبارزات طبقاتی و رویارویی با سرمایه داری، نه ظرفی باشد برای همکاری طبقاتی و شیوان‌ها. شما به صورت کامل اشاره کردید به گرایشات مختلفی که در مورد مسائل مختلف ممکنه توی جنبش کارگری موجود باشه. یکی از مسائل اخیری که پیش روی فعالین کارگری بود برای انتخاب کردن، خب این مسئله بود که این تحولات با روی کار اومدن دولت جدید به چه شکل پیش خواهد رفت. من میخوام نظر خود شما رو
به عنوان یک فعال کارگری بپرسم رویکرد شما به عنوان یک فعال کارگری به این تحولات اخیر با روی کار اومدن دولت جدید چی هست؟ بله، متاسفانه بعضی از دوستان ما با روی کار آمدن دولت جدید دچار توهم شدن و فکر میکنن که زمینه برای فعالیت مهیا شده است و خواهان تشکلات مستقل کارگری در شرایط فعلی هستند. متاسفانه گرایشات ضد کارگری که مدافع جنبش خود به خودی و تشکلات قانونی هستند در فکر همزیستی مسالمت آمیز با سیاستها و امتیاز گرفتن از سرمایه‌داری بنابراین چون این طرز فکری را به سوی قانونگرایی و عدم اعتدال تشکلات خواهد بود. در واقع ابراد اسیاب سرمایه‌داری خواهند بود. بخش دیگرش هم اینه که درستی که به شرایط امروز در توهم هستند مانند ابزاری در دست گرایش‌های رفرمیستی و سریونیونیسی قرار گرفتند. این تشکلات کارگری باید مستقل باشند، نه از سازمان‌های برجوازی و دولت، با نگاهی که به تجربیات جهانی مبارزات کارگران و قوانین بین المللی در راستای تلاش سرمایه‌داری برای عدم دستیابی کارگران به مطالبات و نیازهای واقعی و جلوگیری از مبارزات طبقاتی آنهاست، پیشروند طبقاتی آنهاست و نگه داشتن طبقه کارگر که غیر واقعی و کنار آمدن و آشتی با سرمایه‌داری سوق میدهند. این یه بخش دیگه هم که ما فعالین کارگری ضمن محکوم کردن این نوع حرکات نه تنها قدم به جلو نمی‌نماییم بلکه آن را به شکست برای طبقه کارگر و صد مانعی در مقابل کارگران می‌بینیم. ما اعتقاد داریم که طبقه کارگر امروز خود تشکلات مستقل و جدی نیاز دارد، تشکلاتی که خود برای مبارزه خستگی ناپذیر و واقعی علیه سرمایه‌داری آماده نمایند، تشکلاتی که به تئوری انقلابی مسلح باشد. ممنون از شما آقای میرکی عزیز که این وقت رو در اختیار ما گذاشتین. خب شبکه کارگر رسانه‌ای هستش که ما این وقت رو در اختیار همه فعالین کارگری قرار میدیم برای اینکه بیان و نظرات خودشون رو مطرح کنن، این نظرات به چالش کشیده بشه و از شاید کمک کنه از توی این نظرات چیزی برای حرکت رو به جلو بیرون بیاد. امیدواریم فعالین کارگری با نظرگاه‌های دیگه هم این وقت رو در اختیار این رسانه بگذارن و بیان و نظرات خودشون رو مطرح کنن. باز هم ممنون از شما به خاطر این وقتی که گذاشتین و متشکر از شما. تشکر کنم بعدم از تلویزیون کارگر و شما همکارانتون کمال تشکر داشتم که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید. ممنون از شما.